سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، به جهت سلامتی وجود نازنین گل سرسبد عالم هستی، منجی عالم بشریت، فلسفه خلقت و بعثت و نبوت و امامت و هدایت، ولی نعمتمان، آقا و مولا و عزیزتر از جانمان حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا، و به جهت تعجیل در فرجشون و اینکه انشالله نام همه ما در لیست منتظران واقعی حضرتش ثبت شده و بشود. هرچه علاقه دارید به امام زمان مهدوی صلوات ختم کنید. با کسب اجازه از محضر اساتید حاضر در مجلس، طلاب محترم، سربازان امام زمان، شاگردان مکتب امام صادق، امشب رو به عنوان سال روز ازدواج دو دریا، دو گوهر بی همتا، حضرت امیر سلام الله علیه با صدیقه طاهره جشن گرفتیم، دور هم نشستیم و به عنوان تبریک به خانه امام زمان، فرزند این دو بزرگوار، پناه آوردیم. منتها به خاطر اینکه از هر مناسبتی شیعه باید استفاده تربیتی و اجتماعی و علمی و فرهنگی ببره، ما هم در عزاهامون هم در جشنهامون یک مسیر رو بیشتر طی نمی کنیم، اونم فقط انسانسازی و جامعه سازی است. انسان فقط با مکتب ثقلین ساخته میشه، چون عقلانی ترین مکتب امام صادق و عصمت و طهارته. شما به هر مذهبی و هر مکتبی که مراجعه بکنید نقصان کم نمیبینید. افراط یا تفرید یا خرافات، افسانه، اینا زیاد هست، اما در مکتب تشیع شاید شیعه به خاطر کم سوادیش
مثلا مبتلا باشه به یک خرافاتی. من شیعه ها رو نمیگم، مکتب تشیع رو میگم. مکتب تشیع بر ثقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، و لذا اگر کسی تربیت شده دانشگاه ثقلین باشه، خانمش میشه فزه خادمه، آقاش میشه سلمان فارسی. اینا چطور شد اینقدر گوهری شدن؟ به خاطر اینکه وصل به دریا شدن. دریای ولایت و امامت گوهر تربیت میکنه. شاید یک آدم نجسی وارد این دریا بشه ولی پاک میشه. ما بسیار آدمایی رو دیدیم که هزاران مشکل اخلاقی و اعتقادی داشتن، ولی وقتی آشنا شدن با مکتب امیر المومنین، مکتب محمد و آل محمد، خودشون شدن ستاره ای از ستارگان آسمان هدایت و ولایت. زهیر رو برید تاریخچه‌ش رو ببینید، حر رو ببینید، خیلی ها بودن. همین زراره، هشام، برادران جناب زراره، اینا فرزندان اعین یا اعینن. اعین از مخالفین اهل بیت بود، از سنی های ناصبی بود. هر کسی سنیه دشمن اهل بیت نیست. ما خیلی از اهل سنت رو داریم که مرید اهل بیتن، مشهد میان، کربلا میرن، اهل بیت رو دوست دارن، ولی اعین اینجوری نبود، دشمن اهل بیت بود. فرزندان او شیعه شدن به برکت ابو حمزه ثمالی که داستان خیلی زیبایی داره، حالا بحث من این نیست. لذا اگر من خودم رو میگم، دور جون شما، من اگر آدم نشدم، علتش بی ارزگی مکتب تشیع نیست. مکتب تشیع ارزه خودش رو نشون داده. یه چوپون بی سواد بسیار قدرتمندی که میگن هیچ گرگی نمیتونست به گله او حمله کنه. یک دونه گوسفند نتونستن گرگا از گله او شکار بکنن. یه تنه جلو گرگا می ایستاد. اینقدر قلدر بود این چوپان بی سواد بیابانگرد رو. این مکتب ثقلین کرده ابوذر غفاری، خرما فروشه رو کرده میثم تمار، پارچه فروشه رو کرده بزاز نیشابوری، روغن فروشه رو تربیت کرده عمار دهنی. ما خیلی رو داشتیم، آدمای معمولی بودن اما وصل به دریای عصمت و طهارت شدن، خودشون هم گوهر شدن. امروز اگر آمار طلاق بالاست، این ناکارآمدی دین اسلام نیست، بله کمکاری بعضی از مسئولین در طول این دولت‌هایی که گذشت شاید باعث شده مردم مشکل اقتصادی پیدا بکنن، نتونن زندگیشون رو اداره بکنن، نتونن زندگی رو شروع کنن، نتونن ادامه بدن، عامل طلاق شدن. این شکی درش نیست. سوء مدیریت ها خیلی خانواده ها رو بدبخت کرد. ندانم کاری ها، سیاسی بازی ها، عقده بازی ها، راندخاری ها، اینا رو من میدانم. شما میدونید من همیشه اشاره کردم و همیشه مدافع حقوق ملت بودم، از افتخاراتم هم اینه. اما نه اینکه حالا همه خائن باشن، همه دزد باشن، نه اینجوری نیست. مسئولین ما در طول این چندین سال
همشون شهید رجایی نبودن، همشون هم بنی صدر نبودن. خوب بوده؟ بله. بدم بوده. خوباشون رو دعا میکنیم به عصمت حضرت زهرا خدا حفظشون کنه، بداشون هم به حق حجت ابن الحسن خدا ریششون رو بکنه، به خاطر که ریشه خیلی ها رو کندن، زندگی خیلی ها رو به هم ریختن، به خاطر همین ندونم کاریه. من نمیخوام تو اون مسائل برم، ولی بخشی از شکست در خانه و بحث به بنبست رسیدن زندگی ها، اینم برمیگرده به عملکرد خود مردم. واقعا بعضی از زندگی رو آدم نگاه میکنه میبینه بوی اهل بیت نمیده. خب تو جاده خاکی داره سیر میکنه، داره به ناکجا آباد میرسه. وقتی بد اخلاقی میکنه، بی صبری میکنه، بی دینی میکنه، بی ادبی میکنه، بد دهنی میکنه، بد دلی میکنه، دستکجی میکنه، چشچرونی میکنه، اینا همش ویرانگر زندگی است. ما همش نباید هی برای مسئولین خط و نشون بکشیم. اونا رو که بسپارید به بنده گفتم، بازم میگم اصلا نگران نباشید. ولی من بحثم شما هستید، خودمونیم. آیا مردم نباید موظف بشن به آداب اسلامی؟ و نباید ما زندگیمون رو با فرمایشات ثقلین درست بکنیم؟ شما این بناها رو ببینید، من همیشه این مثال رو زدم، بازم میزنم، چون ما باید یه مثالی بزنیم، ما منبری ها، که عوام فهم و خواص پسند باشه، همه ببینن. شما شاید بنا نباشی ولی بنا دیدی، شاید بنایی نکردی ولی ساختمان سازی رو دیدی. تمام معمارا و بناها یه چیزی تو جیبشونه به نام شاغول یا شاغل. وقتی دیوار رو میخوان بچینن، اول شلنگ تراز میکنن، ریسمون میکشن، حسابو که همطوری که نمیان خشت و گل رو هم بذارن که بتون رو بتون یا آجر رو آجر یا بلوک رو بلوک، حساب کتاب داره. وقتی چند رگ چیدن اومدن بالا، این شاغل رو در میاره، به دیواری که ساخته میزنه تا ببینه این دیوار صاف اومده بالا یا شکم داده یا عقب رفته یا درست عمل کرده. شاغل زندگی من و شما قرآن است و محمد و آل محمد. ما دائما باید زندگیمون رو با شاغل اهل بیت و قرآن و ثقلین هی بسنجیم. خب نمیسنجیم، هرچی دلمون بخواد میگیم، هر برخوردی خواستیم میکنیم، زنش یه جور، مردش یه طور، پیرش یه جور، جوانش یه جور، هممون گرفتار بد اخلاقی ها شدیم. لذا امشب به بهانه ازدواج این دو دریا، مرج البحرین یلتقیان، ما از این الگوی بی نظیر، بی همتای، بی مثال، بی بدیل استفاده میکنیم و یه نگاه به زندگی خودمون میکنیم. اگر به من اجازه بدید، من بحث ازدواج رو خیلی مختصر ریشه‌ای میام بالا تا یه دو سه تا تذکر بدم. به عقیده من این بحث ازدواج در اسلام با یک شب و دو شب و یه دهه نمیشه. باید اگر آدم بخواد حقش رو ادا بکنه، حداقل باید هر شب یک ماه رمضان حداقل، اونم امپیتیری شده و خیلی فشرده و فقط رفرنس بده و اینا، ولی اگه بخواد حقش ادا بکنه و یک سال در این زمینه صحبت بشه، به تمام زوایای این قصه رسیدگی بشه. در مورد ازدواج چشاتون به من همه حواسو جمع. در مورد ازدواج سه دیدگاه کلی وجود داره. یک، میگن تحریک شهوت و تعطیل ازدواج. پرچمدار این نگاه خطرناک کیان؟ صهیونیستا علیهم لعنت و العذاب. اینا دنبال تحریک شهواتن، برای همین تمام مراکز فساد، شرابخواری، اعتیاد، هر چیزی که
انسان را از انسانیت دور کنه و باعث بشه که این زندگی متلاشی بشه. هر چیزی که شما تو جامعه پیدا بکنید میبینید این آتیش از گور کیا بلنده؟ صهیونیستا. صهیونیستا دنبال ازدواج نیستن، دنبال تعطیلی ازدواج، تحریکی شهوت به عین نحو. لذا به ازدواج سفید نمیدونم چی که حالا اینجا چون خونه امام زمانه من خجالت میکشم به نکبتهای این فرقه اشاره بکنم، شما خودتون شنیدید و میدانید. من از این قصه میگذارم. این یه نگاه، تحریک شهوت، تعطیل ازدواج. دو، تعطیل شهوت، تعطیل ازدواج. این پرچمدارش کیان؟ کلیسا نشینا و مسیحیان. میگیم چرا ازدواج نمی کنید؟ میگه عیسی ازدواج نکرد، لذا ما که کشیش هستیم و میخوایم جز حواریون او باشیم ما هم باید ازدواج نکنیم. میگه او نرسید ازدواج کنه بنده خدا و همش با مشکلات مواجه بود. آخه این چه دلیلی شد؟ میگن به یکی از این صوفیا، همین صاحبان سبیل، گفته بود یک کسی از این همشهری‌ها ما که آقا شما چرا نماز نمیخونیم و چرا اینقدر این سیبیلات بلنده؟ دیگه به 40 بیل داره میرسه، از سیبیل گذشت. یک سیبیل دست کتری 2 کیلویی درست کردین، سیبیلا دیگه چیه؟ گریه کرده بود، گفت من تا عمر دارم نه نماز میخونم نه این سیبیلا ما میزنم. گفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفت مولا را تو محراب نماز کشتن، لذا من دیگه نماز نمیخوام. چه استدلالی شد؟ سیبیلا چیه؟ هیچی. پیغمبر وقتی از دنیا رفت امیرالمومنین غسلش دادن و یه ذره آب تو ناف پیغمبر جمع شده بود، مولا فورت کشید و بعد دیگه تا آخر عمرش سیبیلاشو نزد. بابا این حرفا که خزعبلات شما در آوردید از کجا در آوردید؟ یه استدلالای الکی بی سند مهمل. وقتی که ببینید خط، وقتی فکر خطا شد عمل کردم خطا میشه. حالا میگیم چرا ازدواج نمی‌کنید؟ عیسی ندونسته ازدواج کنه، لذا خانوماشون تو کلیساها ربانتان شوهر نمیکنن، آقایونم کشیشن میگن ما هم ازدواج نمیکنیم. ولی اسلام مکتب ثقلین نه نگاه صهیونیست رو قبول داره نه کلیسا نشینا و مسیحیت رو. چی میگه؟ میگه تعدیل شهوت، گوش کنید، تعدیل شهوت و ازدواج با برنامه. شما حق ندارید شهوتت رو تعطیل کنی. ما این حرفا رو قبول نداریم. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. تو بی خود میکنی، میخوای سیخ تو چشت کنی. خب فردا میخوای خنجر درست کنی زبونه دو ببری برای که غیبت نکنی، این شد تقوا. خب بعد یه خنجرم باید پیدا کنی دستتو ببری، بعد پادو ببری. زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، این فرهنگ عرفان تصوفه. این عرفان رو نه قرآن قبول داره نه اهل بیت. ما شاغلمون اهل بیته. جوانهای متدین مواظب باشید نرید از کسانی خط عرفانی بگیرید که شما رو به کجی و ناکجا آبادی بکشونن. عرفان یعنی امیرالمومنین، عرفان یعنی محمد و آل محمد. یعنی به 14 معصوم نگاه بکنی. و بعضی از جوانها متاسفانه مرید بعضی ها میشن، خب بعدم به جاهای باریک کشیده میشه. من یادمه در 15 سال پیش تو همین تهران یه سیدی به من دادن، گفتن یه آقای عارفی است، پیرمرد مکلایی است، خیلی هم خوش قیافه و نورانی. ایشون خیلی جوونا رو جذب کردند و درباره مباحث عرفانی و ملکوتی حرف میزنن. من سیدی رو بردم پیش استادمون، خدا رحمتشون کنه، ایشون تا گوش کردن به من گفتن حواست باشه رو منبر نه اسمی آقا رو میاری
کسی رو به این آقا معرفی میکنی. این آقا یه روزی مشتش وا میشه، تا 2-3 سال پیش مشتش وا شد. استاد من 10 سال پیش فوت شد که یه روز آمد تو حسینیه، جماعتی هم اصلا فیلمش هم هست، بعد گفت من دیشب خواب پیغمبر اکرم رو دیدم، 14 معصوم همه جمع بودن، پیغمبر منو بغل کرد گفت تو معصوم 15ام هستی، همه بیان با من بیعت کن. عرفانها ایناست تش. اما وقتی شما در خونه اهل بیت رفتی واعتصموا بحبل الله، عرفانتو از عرفه امام حسین گرفتی، عرفانت از کمیل علی گرفتی، عرفانتو توحید از توحید مفضل امام صادق گرفتی، دیگه این خزعبلات رو رها میکنی، این ادعاهای پوچ رو رها میکنی. ما که بی کس و کار نیستیم، ما پشتمون به دریاست. سرمایه دارترین کس در عالم شیعه است، اما متاسفانه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. ببینیم حالا میره عرفان اوشو رو ببینه، یه بت پرست هندویی چی میگه. ببینید چه بدبختی شامل حال جوانهای خوب ما شده. یه سری کارهای زاهدانه‌ای که نه قرآن قبول داره نه اطرت، یه حرفای عجیب غریبی که بعضی از این کتابا هم نوشتند و چاپ کردند و دست جوونا دادند و بردن جوونا رو تو تخیلات، تو توهمات. وقتی آدم اینا رو نگاه میکنه میگه خدایا اهل بیت آمدن عقل ما رو کامل کنن، اومدن ما رو به تفکر وادارن، اومدن ما رو اهل اندیشه بکنن. این حرفا چیه؟ کتاب ها پخش شد، منم به اندازه خودم خب چیکار کنم، ما هم یه صداییم. دوستان رو هرچی هم داد زدیم فایده نکرد. بعدم الان میبینیم ای بابا اصلا زبیخ بابا منکر همه چی شده. خب وقتی شما میری آب گندیده میخوری مسموم میشی. آبی که تو رو میتونه به سلامت بداره و زلاله کوثر فاطمه زهراست. اهل بیتن. باید بیای ببینی اهل بیت چی میگن. اهل بیت میگن شما حق نداری شهوت تو تعطیل بکنی، شهوت نعمت خداست. چرا به شهوت اینجوری نگاه میکنید؟ شهوت رانی نه، تعطیل شهوتم نه، تحریک شهوتم نه، اما تعدیل شهوت. بعد حالا قرآن رو نگاه کنید، پیامای قرآن چیه؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکاحًا حتی یغنیهم الله من فضله. آقا من نمیتونم ازدواج کنم، پول ندارم، مسکن ندارم، کسی هم کمک نمیکنه، چیکار بکنم؟ استعفاف. 2 تا کمربند خدا به زن و مرد داده، این 2 کمربند نباید تحت هیچ شرایطی شل بشه، دیگه چه برسه باز بشه. فاجعه است اگر این 2 کمربند باز بشه، سنگ رو سنگ دیگه نمیمونه. و صهیونیست و دشمنای داخلی و خارجی دنبال همینن. یک کمربند غیرت، یک کمربند حیا و عفاف. زن اگر بی حیا شد، مرد اگر بی غیرت شد، زن و مرد اگر بی قید شدن، غیرت دینیشون از دست دادن. ببخشید من این حرف رو میزنم، خیلی عذر میخوام، این اتفاقات داره تو جامعه امروز دنیای ما میفته دیگه. خواهر هم تو خانه چنین جوی در امان نیست. وقتی تو این کمربند غیرت شل بشه یا باز بشه، دیگه کسی در امان نیست. که من دیگه مصادیقشو نمیگم، خجالت میکشم، بذار این درد تو دل خودم باشه. من دائم در حال سفرم، من 30 سال نمازم تمامه، دائم توی این شهرها دارم میگردم، درد و دل مردم و اشکهای مردم رو میشنوم و دارم میبینم. طرف درد آبروش هیچی نمیتونه بگه، پسرش آبروشو برده، دخترش آبروشو برده، عروسش آبروشو برده.
ما شیعه ایم، چرا باید مثل گداها به گدایی بیفتیم؟ خب بیا ببین قرآن چی میگه. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. نمیتونی ازدواج کنی؟ اشکال نداره دیگه، شهوتت تحریک نکن. استعفاف درونی داریم، استعفاف برونی داریم. واقعا اگه میخوای گناه نکنی و نمیتونی هم ازدواج بکنی، حالا دیگه شرایط اینطوریه، چرا باید باشد حق با شماست، چرا نباید اینطوری حق با شماست، اما حالا فعلا بگو اینجوریه دیگه. به قول ما اصفهانی علیهم صلوات الله یه ضرب المثل داریم، میگیم یک کسی افتاده بود تو چاه، وقت رفیقش بالا سر چاه گفت حسن جان، گفت بله، اونم پاش شکسته بود و ته چاه، گفت صبر کن تا برم یه 4 تا بیارم با طناب بکشمت بالا. اینم ته چاه گفت حسین جان، گفت بله، گفت من بخوام صبر نکنم چه غلطی بکنم؟ حالا فعلا کف چام چه کنم؟ حالا من صبر نکنم، مجبورم صبر کنم. حالا فعلا این اتفاق و این جو هست، تقصیر کیه و کی باید درست کنه؟ این حرفی خودشو داره. نه من رئیس جمهورم و نه نماینده مجلسم و نه اقتصاددانم و نه نمیدونم کارآفرین، من یه واعظم. وظیفه من اینه که رو منبر اون چه از معارف دینی است به شما بگم. حافظ وظیفه تو سخن گفتن است و بس، در بند این مباش که نشنید یا بشنید. من وظیفه بگم. واقعا اگر کسی میخواد گناه نکنه و معصیت نکنه، هیچ کس هم کمکش نمیکنه، ته این چاه گیر افتاده، میگه خب حداقل دیگه خودتو تحریک نکن، این چشتو کنترل کن، این موبایلتو پر کثافت نکن. آخه نمیشه که قربون برم خدا را یه بوم و 10 هوارا، هم بیام جمع هم تو موبایلم چند تا کلیپ باشه که نباید باشه. آخه یا این ور یا اون ور دیگه، یا زنگی زنگ یا رومی روم. نمیشه که آدم شریک دوز باشه و رفیق قافله، سر سفره معاویه نهار بخوره، پشت سر علی نماز بخونه. که یه راه یه جور اگه واقعا امام زمانی هستی، بله شهوت وقتی تحریک میشه، جوان است و شهوت رانی او، جوان است و تحریکات غرائز او. من میدونم سخته، اما اگر کسی با این سختی مبارزه بکنه، اگر موقعیت خودش رو درک بکنه، امام زمان و لبخند امام زمان رو نگاه کنه، وقت امام صادق یه روایت داره مصداقش توی جوان میشه. امام صادق فرمود در آخر زمان ما جوانانی داریم، به من نگاه کنید همه، ما جوانانی داریم در آخر زمان که خدا مقامی به اونها میده که روز قیامت سلمان فارسی قبطه اونا رو میخوره. چرا؟ چون سلمان پیغمبر دید، علی دید، فاطمه دید، حسن دید، حسین دید. اما جوانان ما در آخر از زمان امام زمانشون در غیبت است. از اسلام فقط یه قرآنه، یه 4 تا روایته، یه 4 تا جلسه است، کسی رو ندیدن، معجزه ای ندیدن، الگویی نداشتن. آقاشون هم که در پس غیبت است، اگر بتوانن خودشون رو نگه دارن، سلمان به مقام اونها قبطه میخوره. حالا بشه حسابشو بگم، ببین شهوترانی میارزه یا این رشد و تعالی؟ خب من چیکار بکنم؟ هیچی آقا، شب غذا نخور. غذا میخوری سر شب غذا بخور، سر شب غذا میخوری اینقدر به قول مساله فروشا اینقدر آجوری بار نکن، پرخوری نکن، به اندازه که میخوری 2 برابرش کار کن، راه برو، انرژی رو بیکار نباش، بی فکر نباش. کار نیست، از نظر علمی خودتو بیار بالا، یه کتابی مطالعه کن، با آدم خوبا رفاقت کن، کنو مع الصادقین. چرا؟ حداقل کاری که میتونی بکنی رفیقاتو درست کن. این آتاشقالا کیان دور خودت جمع کردی که هر کدومشون میتونن شما رو هول بدن، با صورت بیفتی تو دره شهوترانی. رفیقی که وقتی به تو میرسه میگه بیا 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 تا یه کلیپ نشونت بدم حال کنی، این رفیقه؟ این که از داعش بدتره، که چون داعش آدم رو میکشه، آدم شهید میشه، این آدم مستقیم آدم رو برسه جهنم. داعش جان آدم رو میگیره، این داره دین آدم رو میگیره. این چه رفیقیه؟
چطور فقط زرنگی های شما جوونا در مغازه میوه فروشیه که میوه گندیده تو پاکتت نریزن؟ خودت وقتی میخوای میوه جمع بکنی میوه های رسیده و درشت و بیلک و بینقص، ولی تو انتقام رفیق چی؟ رفیقی گندیده رو خودت جمع کردی؟ و اولین کاری که میکنی رفیقتو درست کن، موبایلتو تمیز کن، اتاقتو درست کن. هر چیزی که تحریکت میکنه و تشویقت میکنه به گناه و معصیت نرو. میدونی فلان ساعت اگر تو خیابون بری الان فلان ساعت شلوغه، خب بعضی هم رعایت نمیکنن، تو هم خودتو میشناسی شلی، خب نرو. میتونی نرو. هم میخوای پرسه بزنی و هم میخوای با همه رفیقا باشی و هم میخوای همه باغا و ویلاها رو بری و هم میخوای شب نشینی ها تک نشه و هم امام زمان ببینی. التماس دعا علا برکت الله. من میشه همچی چیزی داداش؟ تو خودم نمیدونی چندی. امام زمان رو ببینم چشمم آلبالو گیلاس بچینه؟ نمیشه که، نمیشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. چشتو کنترل کن، این شکم وامونده رو درست کن، شب تنها نخواب. هر چیزی، نه نمیخوام حالا دیگه مصادیق ریزشو بگم، هر چیزی که شما را به بی‌حیایی میکشاند تعطیل. امشب به امام زمان بگو آقا کمکم کن. اسلام اجازه نداده. مثلا ببخشید داره این حرفا رو کمتر رو منبر میزنن. منم سالهاست دیگه دیدم ماشاءالله همه جا مشاور خانواده و اینا. اگه یادتون باشه من 30 سال 35 سال پیش مباحث نوار و کاست بود، با هم مباحث خانواده من شروع کردم، ولی بعد دیدم هر کی از راه رسید بحث خانواده گفت و اینا، گفتی باز ولش کن دیگه، دارن میگن ما دیگه نگو. شاید من الان 20 سال 25 سال دیگه این حرفا رو نزدم، ولی میبینم ای بابا هر جا میرم مردم واقعا گرفتار شدن. همونایی هم که میگن درست نمیگن، همونایی هم که میگن یه سری کلیات رو میگن. آقا مشکل مردم اینه که باید رو راست ریز همه فهم بچه جوون بفهمه شهوت دشمن ما نیست، دشمن ما شیطانه. این شهوت اتفاقا نعمت خداست، ولی باید مدیریتش کنی. چجوری؟ یه بخشیش با شکمه و سفره و خورد و خوراک، یه بخشیش با ورزشه، یه بخشیش با کار کردن فکری عملیه، یه بخشیش تنها نبودن، رفاقت و ارتباط با آقایون و علما و بزرگان و اونه که اهل دینن، همین سرکشی به جمع‌کرانه، همین سر زدن به حرم از معصومت، همین زیاراته، همین دعا توسلات، همین نماز اول وقته، همین دائم الوضو بود. اینا خیلی اثر داره. بعد این کارا رو نمی کنی، مثل کسی که وسیله مینیاب دستش نیست، بعد میره وسط میدون مین، بعد میگه چرا ما منفجر شدیم؟ خب بابا وسط میدون مین رفتی بدونه که دقت کنی، خب پادو روی مین بگذاری تمومه دیگه. مواظبت کن. مواظبت هم باید خودت بکنی. از فیلم بازی کردن و ظاهر یه جور باشه و باطن یه جور دیگه باشه، از این هم بیرون. آقایون حیف که دستم بسته است، راحت نمیتونم حرف بزنم چون میدونم برداشت غلط بعضیا میکنن. به خدا قسم من نمیخوام سیاسی حرف بزنم. به امام حسین برای خدا دارم میگم، چند تا غده سرطانی است این ملت و کشور رو داره نابود میکنه. یکی از اون غده‌های سرطانی ریاست. ریا پدرمون رو در آورده. اونجور که نشون میدیم بگو نیستیم، نشون میدیم نیستیم، فقط ویترینه قشنگ. من همه رو نمیگم من خود بدبختم رو میگم. مقام معظم رهبری که کلیپ دارن، من گاهی که احساس میکنم نیاز دارم نگاه میکنم میبینم آقا با چه حسرتی، البته قبوشون برای ماها دارن میگن که یه شیخی یه زاهدی، دیدید این کلیپ رو؟ آقا میفرماین که یه زاهدی رسید به یک زن بدکاری و بهش گفت که خجالت بکش، بدکاری نکن، محله رو به گند کشوندی، توبه بکن. بعد اون زن بدکاری نگاه به زاهد کرد، گفت ببین ها شیخ، همه میدونن من این کارم، من همین که هستم نشون میدم. یه سوال، این که تو نشون میدی هستی؟ مشکل اینه.
ریا رو بذار کنار. بابا من چی جوری دیگه بگم؟ خدایا تو شاهدی، امام زمان تو شاهدی. مردم قربونتون برم الهی، گشادترین کلاه رو کره زمین اون کلاهیه که آدم سر خودش میذاره. دیگه سر خودمون کلاه نذاریم. بزرگترین دروغ اینه که آدم به خودش دروغ بگه. خب آدم به زنش میتونه یه ذره حالا راستشو نگه، جلو مادرش یه جوری، دیگه به خودت هم دروغ میگی؟ واقعا اگر مشکل داری حلش کن. قربونت برم. استعفاف استعفاف استعفاف. این کمربنده رو سفتش کن. اجازه نده شیطون قهقه بزنه. اجازه نده این شیطون بشکن بزنه و بگه اینم دیدی چیکارش کرد، هی هورا بکشن. آخه ما مثل فوتبالیستا میمونیم. فوتبال دیدین؟ پشت دروازه هزاران نفر بگو تماشاچیان. اینا کیان؟ اینا همونان که منتظرن این دروازه‌بان گل بخوره. وقتی گل خورد چه میکنن؟ بگید سوت میکشن، کف میزنن، هورا میکشن، دیدی گل خوردی، دیدی فلان. آفرین. دنیا هم قشنگ میدون فوتباله. من نمیگم امام مجتبی فرمود دنیا میدان گویبازی است. یه عده ملائکه وایسادن تو عبادت کنی کف بزنن برات، یه عده هم شیاطین وایسادن کف بزنن. تا من و تو گناه میکنیم تمام شیاطین سوت میکشن، کف میکشن، هورا جمکرانی که رفت و خراب کردیم، هورا محرمشو نابود کردیم، هورا عاشورا و کربلاشو خراب کردیم. دیدی به گناه، دیدی به لجنش کشوندیم، کف میزنن. خب چرا ملائکه کف نزنن؟ چرا شیاطین کف بزنن؟ پسرم جوان قربونت برم، ما قیمتمون بهشته. خودتو به کم درت بهشت نفروش. خسته نشدیم از بس توبه کردیم و شکستیم؟ خسته نشدیم؟ تا کی بیام بگیم امام زمان ببخشید من اومدم به تو قول دادم ولی نتونستم یک هفته نگرش دارم؟ آقا که آقاست. امام زمان که بقیت الله، پدر مهربانه، انیسه، طبیبه، معلمه، رفیقه، او چه کنه؟ امام زمان میگه من چاره ای ندارم، من فقط شماها رو دارم. او که آقاست. من یه سوال دارم، خودمون خسته نشدیم؟ تا کی؟ هی آقا ببخش، آقا ببخش، آقا واسطه شو. بابا این کمربنده رو صفر کن. همین امشب نیت کنید صدای ناله ابلیس رو بلند کنید، بگید انشالله. همین امشب به امام زمان قول بدید لبخند حجت ابن الحسن رو به تکرار کنید انشاءالله. که آقا بگه آفرین، آقا بگه بارکالله. این مال مجردا. دومین پیامی که قرآن داره برای پولداراست. آی پولدارا، فقط این مسجد نسازید، یک حسینیه بسازینا یا بیمارستان و مدرسه، اینا خیلی خوبه، من نمیگم اینا بده، اما قرآن میگه و انکحوا الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم یکونوا فقرا. اولین وظیفه پولدارا طبق آیه قرآن تو سوره مبارکه نور اینه انکحوا، به نکاح در بیارید، مقدمات ازدواج دختر و پسره رو جور کنید که اینا تو مجردی نمونن. تو برو 10 تا مسجد بساز، دستت درد نکنه، ولی مسجدی که جمون توش نره، مسجدی که حالا بهترین کاشی، بهترین گنبد، بهترین گلدسته، ولی کسی توش نره، چه فایده داره؟ مردم 2 رکعت نماز رو خاکا هم میتونن بخونن. بابا مسجدی بساز. یک جوان وقتی ازدواجش جور شد و به برکت این ازدواج اشتغالش جور شد، به آسایش و آرامش نماز شبم میخونه. پول دارا
هر سال حج نرید، حج یه بار واجبه، اشکال نداره حج برید، ولی به اندازه یه حجی که میری، به اندازه همون پولی که برای حج دادی، یه جهیزی دختر فقیر جور کن، یه جوانی رو سر سفره عقد بنشون، قربونت برم. تو فقط فکر کنی خدا از حج رفتنت راضیه؟ نه. انکه الایام، این دوم مال سرمایه داره. سوم، خب حالا شما ازدواج کردید، میخواین زندگیتون رو شروع کنید، چیکار باید بکنیم؟ هیچ. میخوای انتخاب کنی، ببخشید، حالا ماشینت، خونت، پول همه جوره، حالا میخوای انتخاب کنی. سومین خطاب قرآن به جوانهایی که تو قصه ازدواج میخوان بیان میدون، میگن تو انتخاب دقت کن. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة و رزق. بابا، ناریان مر ناریان را جاذبن، نوریان مر نوریان را طالبن، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. باید بری هم گل تو پیدا کنی، نه هم دل تو. الان مشکل جوانهای ما تو بحث ازدواج اینه که دنبال هم دلشون میگردن. میگم چرا این انتخاب کردی؟ میگه به دلم نشست. خب فردا اگه خوشگل‌تر ببینی دوباره این دلت هم میزنه، اونو میبزنه. قرآن میگه دل که نیست. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. زندگی تفکر میخواد، تعقل میخواد. عشق و دلم خواست و پسندیدم مثل یه خال سیاه میمونه. یه خال سیاه گوش لب قشنگه، اما اگه صورت خال خالی شد که دیگه نمیشه ببینیش. الان زندگی جوون همه شده عشق و عشق. عشق یه قاشق ادویه برای یه قابلمه گوشتاب گوشته. حالا تو برای اینکه این قاشقش خوشمزهش میکنه و خوش رنگش میکنه، حالا یه قوطی ادویه رو بریز تو گوشتاب گوشت. خب بابا، عشق سر جاش، عشق به جای خودش. تفکر، همگل. به من نگاه کنید رفقا، یه مثال میزنم. میدونید چرا من اینجوری با هرس حرف میزنم؟ متاسفانه یاد یه سری خاطراتی میافتم، اصلا میریزه سیستمم. خوش به حال شما که خیلی چیزا رو نمیدونید. واقعا تحمل بعض حرفا و بعضی از اتفاقات برای ما سنگینه. امام زمان فقط اداره میکنه و الا ما باید دق بکنیم. چرا اینجوری کرد؟ این جوان چرا حروم شد؟ چرا این دختر نابود شد؟ این پدر و مادر عقل نداشتن؟ چرا دقت نکردن؟ آقایون، من 32 سال پیش پدرم فوت شده. خدا همه امواتو بیامرزه، بلند بگید آمین. پدر و مادر منم خدا رحمت کنه. 32 سال پیش که غالبا مردم متدین و اصلا این حرفایی که حالا هست نبود. و 32 سال پیش پدر من خدا رحمت کرده روحانی هم نبود، میگفت بابا به من اخویا خواهرا، میگفت بترسید از روزگار، بعد روزگاری ها شاید من نباشم شما بچهاتون رو بخواین شوهر بدید، زن بدید. همطورم شد. برای هیچ کدوم ها بابا خدا بیامرز نبود. اما نصیحت خیلی جالب بود. کی میگفت؟ خدا میدونه 33-4 سال پیش میگفت خیلی اوضاع به هم ریخته است، دقت کنید. پدر بزرگ من میگفت، بابای من میگفت، پدر بزرگ من میگفت یه روزی بیاد که مردم شب بخوابن، صبح که بیدار میشن خیلی عذر میخوام قوم و خویش سگ شدن. این دیگه چه طایفه بود؟ این دیگه کیا بودن؟ اینه گول خورده دخترشو گذاشته تو دهن گرگ. چرا؟ برای اینکه گول ظاهر خورده. چرا؟ برای اینکه تحقیق درست بگو. چرا؟ برای اینکه دنبال دلش رفته. دلم بابا همگل غیر همدله. یه وقت آدم میتونه با یک درخت که مادرش کاشته باباش کاشته درد و دل کنه. دیدید این زنها رو؟ خودمون هم میتونیم دیگه. مثلا یه قوری، یه لیوان مادر بزرگش مثلا بهش داده، حالا سلام آورده، خیلی هم دوستش داشته. تا این قوری هم میبینه میگه آخه خدا رحمت کنه مادر چقدر این لیوان رو دوست داشت. خب این همدلشه، دوست داره.
اما همگلم هست. با این چینیه، این آدمه. مثال میزنم، شما یک کلاغ را با یه توتی بکنید توی قفس طلایی، دونخوریش طلا، آبخوریش طلا، میله های این قفس طلا، زنجیرش طلا، سینی کفش طلا، اون پارچه زیر قفس زریباف، یعنی کل قفس به پول الان مثلا 500 میلیون میارزه. بعد این کلاغ و توتی رو بکنید تو این قفس، بعد میبینی اینا هی دارن به هم بگو نوک میزنن. ایور قفس گارد گرفته، اوور قفس این پک و پوزش تمام خونیه، اونم همه. بعد میگیم چتونه؟ چرا به هم نوک میزنید؟ بی لیاقت ها، میدونید قفستون پولش چنده؟ دیگه اگه اسوانی هم باشه که واقعا صلی علیست. میدونی من چندی پولی قفص دادم؟ نوک میزنی؟ بس که بی لیاقتی. من بهترین آب سپیدان آوردم، نوک میزنی. خب این کلاغه و توتیه به من خل میگه دیوانه. حالی قفس بشه 500 میلیارد. بابا این کلاغه، بگو من توتیم، کبوتر با کبوتر باز با باز. ما اصلا همگله هم نیستیم. بعد ما این همگلا رو رعایت نمیکنیم. بعد میگیم چرا آمار طلاق رفت بالا. به پسره میگم چرا اینو انتخاب کردی؟ میگه که دختری خوبیه خیلی، من نجیبه. میگم چه جوری فهمیدی؟ میگه چند بار تا حالا با این ور اونور اومده. خیلی دما صدا. به قرآن اصلا آدم تو عقلانیت بعضی جوونا مونده. گفت یه کسی خوابیده بود آب میخورد، آیه شالبافان، یه کسی خوابیده بود آب میخورد. بعد یکی بهش رسید گفت که اینجوری آب نخور. گفت چرا؟ گفت اگه کسی خوابیده آب بخوره عقلش کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفت نه تو بخور راحت باش. تو راحت باش داداش. اصلا نجابت رو نمیفهمه. بعد میگم آقا این خواهرش، اون مادرش، ما چیکار به مادر و باباش دارم؟ آقا تو چیکار به مامان و باباش داری؟ هی دو تا 4 تای ازدواج و خانواده رو خیلی از جوانای ما متاسفانه متوجه نشدن. فکر کنه داره میره تیشرت بخره، حالا خوشش میاد یه درو میپوشه، بعدم میگه نه یکی دیگه. بابا زندگی 50 ساله، 50 ساله. برای همین سر سفره عقد شعر میخونن، شما بگونی ترانه میخونن. هی به عروس میگن عروس خانم سرت بالا کن، تو آینه را نگاه کن. تا تو آینه رو نگاه میکنیم این قول بیشاخادم کیه؟ اینا تحقیق شده. بعد این مهلتش میدن عروس خانم وکیله. میگن عروس خانم رفتن گل بچینن، دوباره این آقای مادر مرده باید هی بله بگن دوباره عروس خانم وکیله، دوباره میگن گلاب بیارن از کاشون. خب این همش هم دروغه ها، کاری نداریم. دفعه سوم عروس خانم وکیله با اجازه پدر بزرگ. چه نگه معطل میکنن یه بله بگه؟ برای اینکه این بله سر صبح باید رو عقل باشه نه رو احساسات. بعد بفهمه داره به کی میگه بله. یعنی من با بیخونگی بله، یعنی من با امروز مثلا فعلا شغل آنچنانی نداره بله میسازم، حاضرم توی یه چادر بله خیلی مهمه. خب امروز میگه بله، دورو دیگه میگه نخیر. یکی از رفقای من دفتر ازدواج داره، میگه آقا شب رفتیم عقد کردیم، گفتیم حالا ان شاءالله فردا ثبت کنیم، 7 صبح زنگ زدن ثبت نکنید، به هم خورد. به همین راحتی. چرا؟ به قادری که بر پایه و اصول نیست. شما خطاب‌های قرآن در مورد ازدواج ببینید متوجه میشید اشکال کجاست. یه خطاب من مجرداست که نمیتونن ازدواج کنن، یه خطاب مال جواناییه که میتونن ازدواج کنن، تو انتخاب دقت کنن، یه خطاب مال سرمایه داراست و پولدارا که مقدمات ازدواج رو فراهم کنن، یه خطاب هم مال کساییه که زندگی رو شروع کردن. حالا دیگه آقا ببخشید ما دیر به شما رسیدیم، ما زنمون رو استدیم، شوورم کردیم، 2 تا بچه هم داریم، حالا چیکار کنیم؟ هیچی. برای شما هم قرآن خطاب داره، هن لباس لکم انتم لباس لهن. زن لباس مرد باشه، مرد لباس بگو زن باشه. آبرو هم دیگه رو حفظ کنید. لباس آبروه، لباس معایب رو میپوشونه. زن و مرد حرمت همدیگه رو حفظ کنن. بقیهش انشالله من یه روز دیگه انشالله یه شب دیگه توفیق امام زمان بده، چون واقعا بدون تعارف میگم، به امام زمان بدون تعارف میگم، من اعتقادم اینه که اینجا لیاقت میخواد کسی سخنرانی بکنه و امام زمان بر سر بنده منت گذاشت، به من اجازه داد
من حرف از خودم نگفتم، هرچی گفتم از آیات قرآن بود، از تجربه هایی که از جامعه دیدم. انشالله خدا همتون رو موفق بداره. به به، امشبم که چه مداح نازنینی داریم. آقای حاج حسن آقای شالبافان از مداحای بسیار خوب کشوری هستند. من چند تا شهرستان با این بزرگوار بودم، چقدر خوب روزه میخونن، چقدر در انتخاب شعر موفقن، چه جوان خوبی. انشالله به حق امام زمان توفیقاتشون رو بیشتر بکنه. من باید به یک جلسه دیگه برسم و الا خدا میدونه اگر فرصت داشتم من عاشق خوندن این بزرگوارم. شما بشینید استفاده بکنید. امشب شب جشن است و ازدواج این دو بزرگوار. انشالله از این دو بزرگوار نیرو بگیریم، انرژی بگیریم. اللهم عجل ولیک الفرج